حامی خلق و ملک مایه شما صاحب دل و درد آشنایه جهان داند بزرگی شما را شما جا در دل و در دیده های فدایی دیار ما شمایید جهان افتخار ما شمایید تمام مشکل ما گردد آسان امید ما مدار ما شمایید مهربان دو رعیت پرورید در غم فردای خلق و کشورید ما روانیم از پی سینا ولی درد ملت را شما درمانگرید با دنیا از همه پیش علم طب است نیاز خلق عالم بر طبیب است مددگار طبیب اما شمایید کجا مثل شما ما را حبیب است زندگی با آرزوها زندگی است مقصد ما هم دوا بخشندگی است ما طبیب خلق خود باید شویم ما حبیب خلق خود باید شویم 16 ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غجاوک دهات پوشینگ ناحیه دنقره مؤسسه کسبی و اجتماعی خصوصی طبی و مرکز برقرارسازی نوری طب را به استفاده سپاریدند. انشاد از جانب صاحبکار محلی محمد آقا بختی‌نسا به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد کرده شده است. مؤسسه کسبی و اجتماعی خصوصی طبی و مرکز برقرارسازی نوری طب از تخانه و 6 آشانه عبارت بوده در میدان 1.7 گکتار زمین در کوتاه‌ترین مهلت جوابگو به طلبات زمان معاصر بنیاد کرده شده است. در آشانه یکم بنا نقطه قبول بیماران، 3 حجره آزمایشگاه، حجره‌های اولتراسادا، امراض درونه، جراحی، دندان درمانی، داروگذرانی، حجره ختنه، بیماری‌های قلب، حجره زنانه و حجره کاری همشیره کلان طب جایگیر میباشد. آشانه دومی بنا از حجره تولد و بیماری‌های زنانه، حجره نوزادان، 2 حجره بعد تولد، 7 کت خواب، حجره تشخیص بیماران و حجره داروگذرانی عبارت است. در آشانه سوم حجره جراحی، 2 حجره بعد جراحی، حجره داروگذرانی، حجره زخمبندی، 6 حجره با 12 کت خواب موجود است. امروز خان درباره تکنولوژی نوی معاصر حاضر زمان دنیوی می‌رود که ما صاحب این تکنولوژی نو شده و با باور کامل گفته می‌شود که با واسطه چنین تکنولوژی نوی معاصر حاضر زمان دنیوی یا اینکه تکنولوژی جدید می‌شود هم جراحی‌های عادی و هم جراحی‌های مرکب رو در حدود جمهوری نه تنها در بیمارخانه‌های مرکزی و می‌شود که حتی در بیمارخانه‌ای که در سطح رایونی هستند گذراندن چنین عملیات‌های جراحی. آشانه چهارم بنا برای بیماران امراض درونه پیش بینی شده. از حجره طبیبان، حجره‌های داروگذرانی، فیزیوتراپیستی، 9 حجره برای بیماران با 18 کت خواب و جای برای استراحت بیماران عبارت است. آشانه پنجم بنا برای برقرارنمایی سلامتی فیزیوتراپیستی مخصوص گردانده شده است. در آشانه ششم در سیمخانه‌های علم آموزی کامپیوتری با 15 عدد کامپیوتر و حجره آموزگاران با فراگیری زیاده از 150 نفر دانشجو شرایط فراهم آورده شده است. در تخانه بنا 3 حجره بخش‌های رانندگی با 40 جای نشست، حجره‌های لای درمانی در مساحت 200 متر مربع جایگیر میباشد. علاوه بر این در پهلوی بنای اساسی بنای 4 آشانه ساخته شده است که در آشانه یکم آشخانه، داروخانه، حجره گیاهدرمانی و حجره ناظر منطقوی جایگیر میباشد. در این شد 60 جای خواب برای آموزگاران و دانشجویان موجود است. برای به طلبات زمان جوابگو گردانیدن انشاءات معاصرترین دستگاه و تجهیزات صحوی دسترس کرده شده است. در فصل سردی برای با گرمی تامین نمودن انشاءات سیستم گرمیدهی با انگشت فعالیت کننده نصب گردیده. همچنین صحن بنا آباد و زیبا کرده شده است. پیش از همه سپاس و مینه‌داری اهل دهه را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. در این ردیف اظهار می‌نمایم که با دستگیری و هدایت جناب عالی در دهه ما یک انشاءات تندرستی و زیبا و برهوا قامت افراخت
که از این ساکنان این دهه و دهه‌های اطراف هم میتوانند از این درمانگاه که همه شرایط‌های طبابتی زمان معاصر را داراست بهره برند. ساختمان و به استفاده دادن این انشاءات اجتماعی پیش از همه از سیاست دوراندیشانه سرور دولتمان منشأ میگیرد. ما جوان دختران و زنهای دهات کوشش می نماییم که جواباً با این غمخواری های رهبر دولت با سعی و کوشش دل و نیت پاک مهنت کرده در آباد و زیبا گردانیدن این گوشه دیارمان سهمگزار باشیم. مؤسسه کسبی و اجتماعی خصوصی طبی و مرکز برقرارسازی نوری طب در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به جلب مبلغ‌های بودجتی از حساب درآمد صافی صاحبکاران محلی بنیاد کرده شده است. مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات مذکور امکان می‌دهد که جوانان دهات به تعلیم و تربیت و کسب آموزی جلب کرده شوند و ساکنان به خرج زیادتی در محل خود به طبابت و معالجه فرا گرفته شوند. ضمن به استفاده سپردن انشاءات سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام بنیادکارانه صاحبکار وطنی را شایسته تحسین خوانده به صفت کارهای ساختمانی، شکل و اصول و دیگر تدبیرهای انجام یافته بهای بلند دادند. پرزیدنت مملکت متخصصان ساحه تندرستی را برای در سطح بلند به اهالی رساندن خدمت رسانی طبی هدایت کردند.